بهم گفت عشق مثل بازی میمونه. یکی میبره، یکی میبازه. بازی عشق مساوی نداره. یا میبری یا میبازی. بگو ببینم تو عشق بردی یا باختی؟ تو چشاش نگاه کردم و گفتم میدونی برای اولین بار کی دستشو گرفتم؟ تو بازی نون بیار کباب ببر. سال آخر دانشگاه همه بچه‌ها تو کافی دور هم جمع بودیم. بچه‌ها تخت بازی میکردن، بعضیا شطرنج بازی میکردن، بعضیام دوز بازی میکردن. نشسته بودیم بقیه بچه‌ها رو نگاه میکردیم. بهش گفتم چرا بازی نمی‌کنی؟ گفت از این بازی‌ها خوشم نمیاد. گفتم چی دوست داری؟ گفت بیشتر بازی‌های قدیمی دوست دارم. مثل نون بیار کباب ببر. منم دستمو گرفتم روبروش، دستشو گذاشت رو دستم. تو چشاش زل زدم و دستشو کشید و خندید. گفت نزدی رو دستم؟ باختی؟ دلم میخواست بهش بگم آخه کدوم احمقی میزنه رو همچین دستی. نگفتم. اما دستشو گرفت جلو. دستم رو گذاشتم رو دستش. باز تو چشاش نگاه کردم. زد روی دستم. خندید و گفت باختی. 1 بار زد. 2 بار زد. 3 بار زد. بعدش گفت اصلا بازی رو بلدی؟ باید دستتو بکشی که من نتونم بزنم. گفتم میدونم. گفت پس چرا دستتو نمیکشی؟ گفتم نمیتونم. دستم رو گرفت و گذاشت رو دستش و تو چشام نگاه کرد. دیگه نزد رو دستم. دیگه نگفت باختی. دستم تو دستش موند. فهمید برای بردن بازی نمی کنم. درست میگی رفیق. عشق مثل بازی میمونه. نه بازی آدم بزرگا. نه بازی که یکی میبره یکی میبازه. تو بازی عشق اگه به بردن فکر کنی باختی. اگه بزنی رو دستش، اگه دستتو بکشی باختی. تو بازی عشق باید صبور بود و باید گذشت کرد. متنی رو که براتون بازگو کردم از نویسنده عزیزمان آقای حسین حائریان بود. مرسی که با من همراه بودید. خدایا هیچ کسی را به کسی که در قسمتش نیست عادت نده. عاشقم اهل همین کوچه بنبست کناری که تو از پنجره اش پای به قلب من دیوانه نهادی.